خدایی یکی از خوشمزه ترین نونا همین نونای محلیه که به سبک‌های مختلفی درست میشه، مخصوصا این نون روغنیمون که هم خوشمزه است هم سنتی. لایکو بکوب. سلام و درود با آیلین کوکینگ. خوش اومدین. با نون روغنی خوشمزه مهمون خونه‌هاتون شدم. اگه بدونین که چقدر راحت آسون درست میشه، همین الان موادشو قاطی میکنی و برای خودت درست میکنی. تخم مرغ، 2 تا تخم مرغ داریم ولی یه دونه از زرده ها رو برمیداریم برای رومال، میشه 1.5 تخم مرغ رو میریزیم تو ظرف مورد نظرمون. لایکو بکن. زرده رو جدا کنیم بذاریم کنار. حالا 1 لیوان شیر ولرم داریم که اضافه میکنیم. پنج قاشق غذاخوری شکر داریم. اگه میخوای پرشیرین باشه 2 تا اضافه کن، اگه میخوای کم شیرین باشه 2 تا کم کن. 1 قاشق چایخوری مخمر خشک، نوک قاشق نمک. همه رو با هم مخلوط کنیم تا زمانی که تخم مرغمون کامل از لختگی در بیاد مخلوط کنیم. روغن مایع 1 استکان داریم، نصفشو الان میزنیم، نصف دیگه شو میذاریم مرحله آخر. برای خوش رنگ تر شدنش هم من زعفرون رو دم کرده ریختم که هم خوش عطر و طعمش میکنه هم خیلی خوش رنگش میکنه، خیلی ظاهر خوشگلی بهتون میده. مخلوط کنیم. نصف استکان آب ولرم داریم، از اون نصف استکان نصفشو میریزیم. و حالا آردمون رو کم کم بهش اضافه میکنیم تا یک خمیر نرم و لطیف که به دست نچسبه به همون بده. آردم حدود 4 لیوان و نصفی استفاده شد دلبرا. بازم اندازه های دقیق رو توی دیسکریپشن می نویسم، از اونجا برداریم برای خودتون. هر سوالی هم داشتی من در خدمتم. کم کم مخلوط کنیم تا یک خمیر نرمی که اصلا گوله نداره به همون بده. ببینین چقدر آردش یک دسته. حتما آردتونم 1 بار الک کنیم. من الک کردم، ببینین توی این ظرف ریختم. کارمون رو راحت تر میکنه دیگه. یک نون خیلی خوشمزه و با کیفیت، تازه خوشمزه تر از بازاری به همون میده اگه به همین روش من جلو بریم. اینقدر این نونا گرون شده که حد نداره. حتما خودتون درست کنین. یه زمانی ما میگرفتیم از این نونا برای خودمون تو مدرسه میخوردیم. دونه 1500 تومن بود. الان دونه 30 تومنه. تازه کوچیک اندازه کف دست. پس خودتون درست کنین توی خونه لذتشو ببرین. هم اقتصادیه هم همین که خودتون درست کردین یه چیز دیگه است. هنرتو به رخ همه بکش. خب تا اینجای ویدیو اگه خوشتون اومد حتما کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو روشن کنین، برام کامنت بذارین، حتما لایک کنین. به حمایتاتون نیاز دارم دلبرام. ممنونم که کمکم میکنین تا کانال من رشد کنه. دوستتون دارم. مرسی که هستین. خب حالا اون روغنی که گفتم برای مرحله آخر بریزین اینجا استفاده میشه. کامل استکان و همه رو روغنش رو خالی میکنیم و با دست ورز میدیم. انقدر ورز بدیم که یک خمیر نرم و لطیف که اصلا به دست نمیچسبه به همون بده دلبرا. رنگو ببین. به 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 به. زعفرون کار دست خودمونه دیگه.
اگه دوست دارین اون ویدیو رو هم براتون میذارم بالا ببینین. برداشت زعفرون از زمین کشاورزی خودمونه که هم پاکش کردم خوش کردم، توی ویدیو همه رو براتون گرفتم. دوست داشتین بریم ببینین دلبرا. خوب با دست مخلوط کنین، چون روغن زیاد داره این خمیر، چون نون روغنی باید روغنش زیاد باشه تا خوشمزه و با کیفیت باشه. زیاد به دست نمیچسبه، ولی اگه دیدین به دست چسبید میتونین 1-2 قاشق آردم اضافه کنین. اگه میتونین 10 دقیقه ورز بدین، اون چسبندگی هم میتونه با ورز از بین بره. خب حدود 10 دقیقه با دست ورز دادم. اینم از خمیر ما. میذارم تا 1 ساعت استراحت کنه تا حجمش 2 برابر باشه. یک نون با کیفیت باید استراحت کنه و حجمش 2 برابر باشه. اینجوری هم نرم میشه، هم میتونی تا 1 هفته استفاده کنی بدون اینکه خشک باشه. تا همون 7 روزی که میخوام استفاده کنیم نرمه. با یک پلاستیک روشو بپوشونیم بذاریم کنار. حالا زرده تخم مرغی که گذاشته بودیم کنار رو با 4 قاشق شیر مخلوط کنیم. یک کوچولو زعفرون هم برای رنگش بریزیم بذاریم کنار تا خمیرمون آماده باشه. حتما همون اول همین کار رو بکنین که زرده تخم مرغ زود خودشو میگیره و روش خشک میشه. همون اول کار با شیر مخلوط کنیم بذارین کنار، چون زعفرون هم میریزیم دیگه بوی زخم تخم مرغ نمیده، اصلا یک عطر خیلی عالی بهش میده. بعد از 1 ساعت خمیر ما حجمش 2 برابر شده و پف اضافهشو من میگیرم با دست و همینجا حدود 4 چونه یک اندازه میشه دلبرا بگیریم، ولی من 2 تا در آوردم، چونه کوچیک و 1 نون بزرگ درست کردم. حدود 3 تا نون درست کردم دلبرا. شما میتونین کوچیکتر بگیرین، 6 تایی هم درست کنین، میتونین کلا از وسط نصف کنین 2 تا بزرگ درست کنین، هر جوری که خودتون دوست دارین. 2 تا چونه کوچیکشو فعلنی برداشتم، با کف دست کامل پهنش میکنم. من دستامو چرب نکردم دلبرا، چون خمیر کامل خودش چربه و ور اومده 1 ساعت استراحتش کرده، اصلا به دست نمیچسبه. اصلا هم توی این مرحله آرد اضافی بهش ندین که نونمونو خشک میکنه. اصلا این خمیر احتیاجی به آرد اضافی دیگه نداره. ببینید من هرچی هم که دارم فشارش میدم اصلا به دستم نمیچسبه. هر مدلی که خودت دوست داری طرحشو بده، چی گرد میخوای مربع میخوای، هر جوری که خودت دوست داری دیزاینش کن. 15 دقیقه روش بپوشون تا استراحت دومشو انجام بده. حالا بعد از 15 دقیقه پلاستیک روی نونامونو بر میداریم و رومالی که با هم دیگه آماده کرده بودیم کامل ناخونامونو بگیریم و تمیز بشوریم. بعد انگشتامونو میکنیم توی همون مواد رومال شیر و زرده تخم مرغمون و بهش شکل میدیم. اینقدر خوشمزه شده، حتما درست کنین برای بچه هاتون. یک صبحونه خیلی مقوی و خوشمزه. خب حالا که کامل به قول خودمون مهرش رو زدیم، کامل روش رو رومال میکنیم و میذاریم 5 دقیقه دیگه استراحت کنه. این استراحت آخره که 5 دقیقه کافیه براش. حالا با یک کوچولو کنجد سفید و تخم خرفه تزیینش کنیم. شما میتونین از کنجد سیاه استفاده کنین، هر چیزی که توی خونه دارین دلبرا.
خب 5 دقیقه دوتایشون استراحت کنه. بعد بذاریم داخل فر 150 درجه به مدت 20 تا 25 دقیقه. حتما 20 دقیقه فر پایین روشن باشه و زمانی که خلال زدین نونتون پخته بود 5 دقیقه هم گریل بالا رو روشن کنید تا روی نونتون طلایی بشه. نرمی و خوشمزدگی و عطر طعم بی‌نظیرش رو نگم براتون که کل خونه رو از بوی این نون برداشته دلبرا. ظاهرش هم که دیگه نگم، خودتون میبینید چی شده. همتون توی کامنت ها بنویسین آیلین دمت گرم چه کردی، تا ببینم که شما تا آخر ویدیو همراه من بودین. اون دلبرایی که حمایت میکنن از این آخری ها مشخص میشن که ویدیو رو تا آخر دیدن و حمایتم کنن. حتما ویدیو رو تا آخر ببینین. اگه از وسط ویدیو خارج باشین یوتیوب منو به نفرات بیشتری نشون نمیده. ممنونم. سابسکرایب، لایک و کامنت یادت نره.